رکن اساسی دولتداری می باشد، مبارزه برای حفظ فرهنگ و هویت و اصالت ملی دانسته می شود. 25 نوامبر سال 2021 از طرف سرکردگان و اعضایان گروه متشکل جنایی شهر خاروق و ناحیه راشقاله در نزد بینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان گرد همایی غیر قانونی تشکیل کرده شد. اشتراکچیان تظاهرات دست به بی‌ترتیبی های عاموی زده کردارهای جنایتی صادر نمودند. در نتیجه عملی نمودن چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی، شهروندانی که به کردارهای غیر قانونی دست زده جنایت صادر نموده بودند معین و عملهای آنها حجت گذاری کرده شد. از جمله شهروندان صاحب نظرف میسر لنگرشویویچ سال تولدش 1986 زاده و استقامت کننده شهر خاروق، محله گلکین، کوچه رحمتوف، خانه رقم 9، آیله‌دار، موقتا بیکار. خوشقدموف شیدا اویدویویچ سال تولدش 1995 زاده و استقامت کننده شهر خاروق، کوچه اتابک، خانه رقم 46، معلوماتش عالی، مجرد، موقتا بیکار. در تظاهرات غیر قانونی اشتراک نموده توسط بریدن درختان راههای اتومبیلگرد مرکز شهر خاروق را بسته حرکت نقلیات را پرره محدود نمودند. وابسته به حالت مذکور 4 دکمبر سال 2021 نسبت خوشقدموف شیدا اویدویویچ با ماده های 234 قسم 1 237 قسم 2 بند بی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شد. همچنین 13 دکمبر سال 2021 از جانب بریگاد تفتیشاتی پروکراتور ژنرالی جمهوری تاجیکستان نسبت به صاحب نظرف میسر لنگرشویویچ با ماده های 334 قسم 1 و 237 قسم 2 بند بی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی تحت رقم 27542 آغاز گردید. صاحب نظرف میسر لنگرشویویچ و خوشقدموف شیدا اویدویویچ عاقبت کردارهای جنایتی خود را درک نموده به طور اختیاری به مقامات تفتیشاتی حاضر شدند. ما صاحب نظرف میسر ساکن شهر خاروق ماه نوامبر سال 2021 شنیدم که نسبت دیلای جنایتی کشوده شد. خودم خیسته رفتم پروکراتورای ولایتی با دیلای جنایتی شنا شده خود ما سپاریدم. بعد گناهی کردگی اقرار شده از محترم سود احترامانه خواهش میکنم که نسبت حکم عاقلانه گیرند. از جوانان شهر خاروق خواهش میکنم که به جنایتکاری دست نزنند. جنایتکاری عاقبت ندارد. خوشقدموف شیدا ساکن شهر خاروق در ماه‌های نوامبر جنایت صادر کردند. فهمیدم که نسبت من پرونده جنایتی آغاز شده است. خودم خودخواهانه به مقامات پروکراتور حاضر شدم. از سود خواهش میکنم که عاقلانه حکم برآورد. از کرده خود پشیمانم. از جوانان شهر خاروق خواهش میکنم که به جنایت دست نزنند. عاقبت جنایت محبس است. بعدی به آخر رسیدن تفتیش پرونده های جنایتی، موادها برای ماهیتاً دیده برآمدن و قبول قرار قانونی به مقامات سودی پیشنهاد گردید. 11 مارس سال جاری با حکم سودی ناحیه مرغاب صاحب نظرف میسر لنگرشویویچ به مهلت 1 سال و 3 ماه از آزادی محروم کرده شد. پرونده جنایتی نسبت صاحب نظرف میسر لنگرشویویچ بررسی نموده سود حکم کرد. در اساس ماده 67 قسم 2 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان برای جزای سبکتر و در بر گرفتن جزای وزن‌تر و صاحب نظرف میسر لنگرشویویچ جزای نهایی در نمود محروم ساختن از آزادی به مهلت 1 سال و 3 ماه با ادای جزا در کانون اصلاحی دارای نظام عمومی تعیین کرده شود. خوشقدموف شیدا اویدویویچ باشد با حکم سود ناحیه روشان شرطاً به مهلت 2 سال از آزادی محروم گردید.
سودی مایه مشال دیلت مختار کویستان بدخشان فرمانده جنایتی رو نسبت خوشقدم مشاهده گواهیدویش بررسی نموده معین کرد. در اساس قسم‌های 1 و 2 ماده 67 کدکس جنایتی جمهوری اسلامی برای جزای سابق‌تر و در پاکستان جزای وزن‌تر و خوشقدم مشاهده گواهیدویش جزای نهایی در نمود محروم ساختن از آزادی به مدت 2 سال و ادای کردن جزا در کلان اصلاحی نظام جمهوری تعیین کرده شود. در اساس ماده 71 کد جنایتی جمهوری اسلامی جزای تعیین شده محروم ساختن از آزادی نسبت خوشقدم مشاهده گواهیدویش شرطاً تطبیق کرده نشده و او 1 سال مهلت سرنشینی تعیین کرده شود. باید قید کرد که سود موافق ماده 61 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای اختیاراً آمده به گناه خود اقرار شدن، صدقاً پشیمان شدن، فعالانه مساعدت کردن در آشکار نمودن جنایت نسبت به نامبردگان حالتهای سبک کننده جزا را تطبیق نمود. هر یک ساکن شهر خاروخ و خصوص جوانان باید دانند که علاقمندی با گروه های متشکل جنایتی به حیات آنها و نزدیکانشان زیانی جبران نشونده می رساند. باید هرچی زودتر از این راه خطا قفا گردند.